شرایط وضو. برای انجام یک وضوی صحیح باید شرایطی را در نظر داشت و آنها را رعایت کرد. آبی که به آن وضو می‌گیریم باید پاک باشد و همچنین وضو با آب مضاف یا غصبی مانند آبی که وقف افراد خاص می باشد باطل است. حتی اگر نمی‌دانستیم که آب نجس یا مضاف بوده، وضو و نمازی که با آن خوانده شده باطل است. ظرفی که آب وضو در آن قرار دارد باید مباح باشد، یعنی اجازه استفاده از آن را داشته باشیم. همچنین نباید ظرف آب وضو از جنس طلا و یا نقره باشد. از شرایط اعضای وضو یکی این است که پاک باشند، ولی اگر عضوی که شستن یا مسح آن تمام شده نجس شود، وضو صحیح است. ولی باید توجه داشته باشیم که برای نماز باید کل بدن پاک باشد. همچنین اگر جایی غیر از اعضای وضو نجس باشد، میتوان وضو گرفت. یکی دیگر از شرایط اعضای وضو این است که مانعی از رسیدن آب در آنها وجود نداشته باشد. پس هر چیزی که به عنوان مانع حساب شود، مانند خطوط ماژیک و خودکار به صورتی که دارای جرم باشد، خمیر، گچ، روغن، قیر، گل و غیره باید قبل از وضو برطرف شود. البته خالکوبی و رنگ سفیدی که پس از گچکاری و مانند آن روی دست میماند مانع به حساب نمی آید و اشکالی ندارد. در صورتی که بعد از وضو و حتی بعد از نماز متوجه شویم که عضوی از اعضای وضو نجس بوده و یا مانعی در آنها وجود داشته است، وضو و نمازمان باطل است و باید پس از آب کشیدن یا برطرف کردن مانع دوباره وضو گرفته نماز بخوانیم. شخصی که وضو میگیرد باید با قصد قربت و اطاعت از دستور خداوند وضو بگیرد. پس اگر به قصد ریا، خنک شدن یا تفریح وضو بگیریم، وضویمان باطل است. البته لازم نیست نیت حتما با زبان گفته شود، بلکه همین که قلباً قصد قربت می‌کنیم کافی است. کسی که می‌تواند خودش وضو بگیرد نباید از کسی کمک بگیرد، ولی اگر شخص دیگری فقط آب را در دست وی بریزد، وضو باطل نمی‌شود. البته این عمل مکروه است. اما کسی که نمی‌تواند خودش وضو بگیرد باید در آنچه نمی‌تواند از کسی کمک بگیرد و خودش نیت وضو داشته باشد. شخص کمک کننده باید برای مسح سر و پا از دستهای خود وضو گیرنده استفاده کند و دست او را بر سر و پاهایش بکشد، مگر آنکه این مقدار هم ممکن نباشد، که در این صورت باید از دست او رطوبت بگیرد و مسح او را انجام دهد. از شرایط کیفیت وضو این است که در آن ترتیب را رعایت کنیم، یعنی شستنها و مسحها را به ترتیب گفته شده انجام دهیم. بنابراین اگر ترتیب اعمال به هم بخورد، وضو باطل می شود. مگر اینکه دوباره از جایی که ترتیب به هم خورده وضو را ادامه دهیم. موالات نیز باید رعایت شود، یعنی در بین اعمال وضو فاصله ایجاد نشود که سبب شود رطوبت عضو قبلی خشک شود. یا طبق فتوای برخی از مراجع معظم تقلید انسان را از حالت وضو خارج کند. بنابراین اگر کسی بین اعمال وضو راه برود
به طوری که بگویند در حال وضوست، وضوی او اشکالی ندارد. همچنین اگر رطوبت وضو به خاطر گرمای شدید هوا خشک شود، موالات به هم نخورده است. همچنین شرط دیگر شخص وضو گیرنده این است که استفاده از آب برای او ضرر نداشته باشد. بنابراین اگر مثلا استفاده از آب گرم برایش ضرری ندارد، با آن وضو می‌گیرد و اگر کلاً استفاده از آب برایش ضرر دارد، باید تیمم کند و چنانچه وضو بگیرد، وضویش باطل می باشد. آخرین شرط این است که وقت کافی برای وضو و نماز داشته باشیم. پس اگر متاسفانه نماز به قدری دیر شد که اگر وضو بگیریم، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمم کنیم. وضوی ارتماسی. در وضوی ارتماسی آب را به گونه‌ای به اعضا می‌رسانیم که تمام عضو یک دفعه در آب قرار بگیرد. بنابراین ابتدا نیت کرده، سپس سر را از پیشانی تا چانه داخل آب می‌بریم و پس از آن که آب همه جای صورت را فرا گرفت، به همان ترتیب از آب خارج می‌کنیم. برای شستن دست‌ها باید دست را به ترتیب از آرنج به سمت نوک انگشتان در آب قرار دهیم و پس از آن که آب همه جای دست را فرا گرفت، به همان ترتیب از آرنج شروع به خارج کردن دست می‌کنیم. بعد از شستن دست راست و چپ، مسح سر و پاها را به طور معمولی انجام می‌دهیم. یکی از مواردی که وضوی ارتماسی مفید است، در جایی است که در یکی از اعضا زخمی وجود داشته باشد که خون آن متوقف نمی شود. در این حالت پس از اینکه نوبت به آن عضو رسید، خون آن را در آب کر پاک نموده، قبل از اینکه دوباره خون بیرون بیاید، عضو را به صورت ارتماسی شسته روی آن را می گیریم و وضو را ادامه می دهیم.